سلام به همه شما هموطنان عزیز. سال نو شما باز هم مبارک. در یکی دیگه از روزهای بهاری باز هم با پیک بهاری در خدمت شما عزیزان هستیم. بهار با همه زیبایی‌ها و آموزه‌هاش در برابر ماست. نوجویی، تراوت، شادابی، نشاط، بخشندگی، تغییر و دگرگونی، همه آموزه‌های بهار هستند. میشه از بهار آموخت و همیشه سرشار و سرزنده بود. اونهایی که مثل بهار اهل تغییر و دگرگونیان هیچ وقت در برابر هجوم سرما تسلیم نمیشن. ما رو با بخش اول برنامه‌های امروز همراهی کنید. با درود به روح چرب و چیلی امام راندخار و با سلام به ولی امر اختلاسگران جهان، مقام عظمای ولایت. یک بار دیگه دست دشمنان نظام از آستین فتنه بیرون اومد و امضای بنده رو جعل کردن و یه 4200 متر ناقابل زمین تو ازگل رو به نام من اسکل کردن. خدا ازتون نگذره. بابا پول این زمینه 1000 میلیارد بیشتر نیست. آخه حالا که این خلاف یعنی جعل امضا رو مرتکب شدید، خب چرا فقط 1000 میلیارد؟ به جا نیاوردن شأن یک امر مهم خودش خلاف شرعه. 1000 میلیارد هم شد پول. چرا شأن اختلاس رو در حد میلیارد پایین میارید؟ بابا الان دور دیفیلیون و دیشیلیارد و دیشلدون و دیفیلشارد. بابا تخفیف شأن امر مهم حرام است. گذشته از این حرفا، این پول بعد از سهوی که توسط جائل صورت گرفت طیب و طاهر شد، چون ما هم سهم امام رو دادیم، هم سهم مقام عظما رو، هم پول چای آقای رئیسی رو. من از شما امت ساده زیست درخواست میکنم که ذهنتون رو درگیر این موضوعات حاشیه‌ای نکنن. کسی از گشنگی نمرده. به خاطر ولایت به نون خالی قناعت کنید. بذارید ما بی دغدغه به اوجب واجبات که فرمایش مهم امام کفن پاره بود عمل کنیم و بلومبا کنیم. بابا اختلاس حرمت داره. هرچی درخت پربارتر افتاده تر، هرچی اختلاس بیشتر نزد مقام عظما عزیزتر. امام راندخار در بحث خارج و اختلاس می‌فرمایند اذا کان پول القلوب فی هر مکان قم بالجعل امضا و یقاپون و الفرار الی کانادا. در پایان خواهش میکنم حالا که امضامو جعل کردین، زمین به اسمم کردین، حساب بانکی رو هم حک کنین. مای 1000 میلیاردی که به حساب من و پسرامو میریزید حداقل 2 برابر کنید. خدایا در روز قضا با ما چنان رفتار کن که قوه قضاییه با اختلاسگرا رفتار بکنه. آفرین. خیلی خوب بود، خیلی خوب. پاسدار سلامی سرکرده سپاه تروریستی پاسدارانه، اما در عمل تنها کاری که ازش برمیاد قمپز درمانی برای بسیجیاست. این موجود ریشدار یک کار بیشتر ازش بر نمیاد و اون هم فک جنبانی و خالی بندیه. یک روز مدعی اختراع کرونایاب میشه،
یک روز هم از حضور در فضا دم میزنه و یه روزم لباس دانش بنیان میدوزه و البته همزمان با همه اینها به بوسیدن کف پای بسیجی ها هم مشغول هست. قطعه طنزی رو با هم ببینیم که یک گفتگوی ویژه با همین پاسدار سلامیه. خیلی خوش آمدی، بفرمایید. بر شما بندم کف پای شما مجری ولایت مدار رو میبوسم. آقا شما بچه مشهد، بچه کدوم خیابون؟ خیابون امام. و این چه سالی اومدی تهران؟ راستش همون سالی که امام داشت مملکت رو قولونبا میکرد ما خودمون رو رسوندیم تهران که مبادا یه وقت عقب نمونیم. و اینکه پدر شغلشون شلغم فروشی. خیلی علاقمندی که همیشه خوشتیپ باشی، خوش لباس باشی. والا خوشتیپی رو من از مقام عظما یاد گرفتم. مقام عظما هم زمان شاه زیر عباش شلوارلی میپوشید. چرا نرفتیم مدلینگ در واقع لباسای پدر رو انجام بدیم؟ اتفاقا خیلی ازم خواستن که برم مدلینگ، اما دیدم که سپاه چرب و چیلی تره. وضع مالیتون چطور بود؟ والا ما زمان شاه یک زمین داشتیم، بعد از انقلاب ایران افتاد توش. خیلی از کسانی که الان مخاطب برنامه شما هستن دوست داشتن که جای شما باشن در جاهایی که در واقع اتفاقاتی برای شما افتاد. اینکه میخوام ببینیم اون بچه کوچیک اون روزها آرزوش چی بوده، چی دوست داشته باشه؟ والا من آرزوم این بود که مثل شعبان بیمخ بشه. بابا دوست داشت شما چی کاره بشه؟ بابام خیلی به آینده من امیدوار بود. همیشه شب امتحان میگفت گوساله بتم یه غلطی بکن تا فردا یه خری بشی لااقل توی طویله رات بدن. الان یه دوربین داری اونجا، دوربین هر چی دلت میخواد امام بگو. کدوم دوربین؟ این اماما شما سالها پیش در شعر زیبایی اینطور سرودید: من به حال لبت ای دوست گرفتار شدم. میخواستم بگم که از همون زمان موشک‌های ما حال زن شد. حالا ما تونستیم در عرض یک روز قیمت گوشت رو مثل موشک بیشی برسونیم به 700 میلیون، کاری که پدر جد استکبار جهانی هم نمیتونست بکنه. من کف پای شما رو میبوسم و اعلام میکنم که من حسین سلامی به عنوان اول شرخر دعوا دیده و سرباز ولایت ساکم رو بستم و در اولین فرصت اگه تقی به توپی بخوره به حول و قوه قلمی راهی مقصد عاشقان ولایت یعنی کانادا خواهم. اگه برگردی عقب بازم سپاهی میشی؟ والا از این عقب‌تر بعید برگردم، اما منظورت همین سپاهیه که الان هست؟ بله میشی. با همین بدبختی‌ها و حاشیه‌ها؟ بازم با همین حاشیه‌ها؟ نه داداش، الان بس خرابه، بوی لیست تروریستی و این حرفا میاد. الان پول داری؟ پول؟ نه بابا، ما مثل مرام عظما ساده زیستیم. یه 4 تا دکل و 6 تا شرکت هرمی و 10 تا امتیاز صادرات واردات و 12 تا بانک و 20 تا اختلاس. آخه اینم شد پول؟ بس به آرزوت نرسیدی؟ نه هنوز مونده. اگر مثلا قرار باشی که در 40 چند سال گذشته یه سکانس از زندگیت رو بخوای تکرار بکنی، اون سکانسی که دوست داری دوباره تکرار بشه کدومه؟ اون سکانسی که دوست دارم تکرار بشه همون سکانسیه که در قابلمه رو برداشتم، اسمشو گذاشتم کرونا یاب مستعان. چرا؟ چون اسکل خاص و عام شدم دیگه. عجب داستان. کی کشفت کرد؟ مقام عضوای ولایت. رنگ رویاهای تو چه رنگیه؟ قرمز یا آبی؟ زرد متمایل به قهوه‌ای. بریم چند تا عکس ببینیم، بعد همینا رو در خلالش واسه ما توضیح بده. فقط عکسایی که می‌بینی اگر که مثلا در حد 3-4 کلمه توضیح بده، بعد اگر اونایی که فکر می‌کنی باید توضیحاتش بیشتر باشه میشیم با هم صحبت کنیم. عکس اول لطفاً.
این چه عکسیه؟ این عکس خودم هم ندیده بودم. این یه اغتشاشگری بود، اما زد فکت ما رو آورد پایین. با علنگ رفت بالا، دولنگ در رفت. هر برو باباتو مسخره کن. خوبه منم بزنم تو فکت تو. خب مش خوردی دیگه. بس اسم این عکس رو بذاریم محمد علی کلی. مشت محمد علی. بریم عکس بعدی. اینم که دارید که این عکس مال بعد از کتلت شدن حاج قاسم. بعد این قضیه دوتا لباس چی میپوشیم؟ خب الان هوا پس دیگه، سردار سرتشتکا رو یکی یکی دارن کتلت میکنن. به خاطر همین ما مجبوریم 2 تا لباس بپوشیم که عادی سازی کنیم دیگه، که یهو کتلت نشی. بریم عکس بعدی. بابا این عکسی که من از قرارگاه خاتم برای ننم فرستادم، پشتشم نوشتم تقدیم به ننم روی منم. بریم عکس بعدی. بابا شما بلکن نیستید، حالا ما یه غلطی کردیم، شما بلکن معامله نیستی. خب بد کردیم، میخواستیم این ویروس کرونا رو با در آبلمه دستگیر کنیم. عظما به من گفت حسین این داستان کرونا داره کار دستمون میده، تو برو یه غلطی بکن. خب هیچی دیگه، ما هم دیدیم غلطی نمیتونیم بکنیم، رفتیم با یه بسیجی شلمغز بدتر از خودمون این کرونایاب مستعان رو علم کردیم که خب یه خودش شد یه غلط دوبله. الان داری عذرخواهی میکنی. ای بابا عذرخواهی چیه؟ پاش بیفته من کف پاتم میبوسم. تا برنامه بعد بدید. بینندگان عزیز سلام عرض می کنم خدمت شما. سال نو رو به همتون تبریک میگم و امیدوارم که سال آینده در کنار شما و در حالی که سردمداران رژیم آخوندی در دادگاه دارن محاکمه میشن ما هم براشون کامنت بذاریم. بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. عیدتون مبارک و خیلی خوشحالیم که در یک کامنت نوروزی میهمان شما عزیزان هستیم. راستی میرم تو همی کامنت نوروزی، فرق این کامنت نوروزی با کامنت های دیگه چیه؟ باز مثل همیشه من و تو هستیم و یه سفره 7 سین، یه سفره 7 سین فقط اضافه شده که روی البته تلفن نکشید. نه خیر، این خبرها نیست. کامنت نوروزی داریم، اونم چه کامنتی. اصلا علت این فاصله ای که ما بله ذهن منو گرفت که این فاصله یه داستانی داره. بریم یه میان برنامه ببینیم، برگردیم تا من بابک و سورپرایز. بله این هم کامنت نوروزی با حضور آقا جونینا. خیلی خیلی خوش آمدید. به به، واقعا عجب عیدی شد، عجب کامنتی شد. میگن سالی که نکوز از بهارش پیداست. خیلی خوش اومدید. عیدتون مبارک، صفا آوردید. اول یه عید دیدنی با بینندگان عزیز ما بفرمایید تا بعد بپردازیم به اصل مطلب، یعنی اصل کامنت. یا مقلب قلب من در دست توست، یا محول حال من سرمست توست. کن تو تدبیری که در لیل و نهار، حال قلب من شود همچون بهار. به 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 به، واقعا چه شعری، واقعا چه شعری. اسی جان شما؟ قربانتون برم. عید یعنی لحظه‌ای که باغ در ترنم ترانه شکوفه می شود، غرق در شکوفه می شود. روزگارتان بهار، لحظه هایتان پر از شکوفه باد. درود ای درود. بابا آقا یه رمی به حال ما بکنید خدا وکیلی. به جای این همه طول و تفصیل یه جمله بگید. فصل گل صنوبر عیدی ما یادت نره. بله عیدی شما هم محفوظه. ما رو واقعا سورپرایز کردید. مهران منم سورپرایز شدم. من آرزوم این بود یه بار این آقا جونینا رو ببینم تو خیابون، باهاشون یه سلفی بگیرم. اصلا باورم نمیشه اینا خودشون اساتید کامنت گذاری هستن. اختیار داری آقا بابک، چوبکاری نفرمایید خدا وکیلی، ما درس پس میدیم. خب دوستان، ما که مزاحم مسافرت هاتون نشدیم که برنامه‌تون برای عید امسال چی بود؟ مهران جان ما امسال تصمیم داشتیم ایتالیا نریم، پارسال هم آمریکا نرفتیم، پیران سال هم کانادا نرفتیم. نرفتید؟ آره مهران جان، ما برنامه‌مون تو عیدا اینه که هر سال تصمیم بگیریم یه کشور نریم. عجب بابا. حالا گذشته از شوخی، عید بالاخره کجا میخواید برید؟ به نام خدا سواحل تلگرام.
میدونی بابا جان، ما ترجیح میدیم عید خونه بشینیم و به شمال فکر کنیم تا اینکه شمال باشیم و به موجودی حسابمون فکر کنیم. این که میبینیم ما برای کریسمس بیشتر از عید برنامه داریم، دلیلش اقتصادی و اجتماعیه. فقط من برام سوال شده، این خارجی ها واسه چی اونقدر درخت کریسمسشون رو تزیین میکنن ولی نمیخورنش؟ ما هر سال 7 سین تا تش میخوریم. این خسرو بعضی سالا مای قرمزش هم میخوره. نفهمیدم اینجا تو از من تعریف کردی یا منو تخریب کردی؟ پسر جان، تعریف و تخریب تو فرقی نمیکنه. حالا قرار نیست که همه تو عید برن مسافرت که خود همین عید دیدنی و دید و بازدیدها خودش بخشی از عیده. مهران جان، ما پارسال عید رفتیم مهمانی، در خانه رو زدیم، در رو باز نکردن که یعنی خانه نیستیم. آقا جونم اونقدر وایساد تا بعد از 3 روز صاحبخانه برای تهیه آذوقه به مشکل برخورد، آخر سر مجبور شد در باز بکنه. آقا جان همونجا خمیر چسبوند به تنور صاحبخانه. پسر چسب بگیرن اون دهن تو. من که چیز بدی نگفتم آقا جون، بالاخره شما میخواستیم به اونا عیدی بدی. آها، آقا جون برای اینکه به اونا عیدی بده یعنی 3 روز پشت درشون مونده بود. آره الان میگم خدمتتان، رفتیم خونه مهمان، آقا جون تو رو درواسی افتاد، به بچهشون 100,000 تومن عیدی داد. اون روز من دقت کردم 6 تا موز خورد که 100 تومنش زنده بشه. باشه از دست این خسرو اینجا پامونو بیرون میذاریم دیگه. وقت من میدونم با تو. بسیار خوب بریم سراغ کامنت نوروزی و خبرهای جنجالی سالی که گذشت. اسی جان، شما که دست به خبر خوندنت خوبه، تو شبکه‌های اجتماعی هم هستی، اول به ما بگو سرعت اینترنت طوری هست که بتونی چند تا خبر از سال گذشته از اون خبرهای جنجالی رو برای ما بخونی؟ والا آقا مهران، یه روایتی هست که میگه روزی لقمان و ایوب خواستند با اینترنت ایران کار کنند. بعد از چند دقیقه ایوب صبرش رو از دست داد، لقمان ادبش رو. از اونجا که الان مقام عظما سرعت نت رو به سطح حلزون قطع نخواهی شده با 3 سکته مغزی رسونده، ولی من از قبل چند تا خبر جذاب و پارسال را برای برنامه شما جدا کردم با خودم آوردم. خب بخون ببینم تشخیصت برای خبر جنجالی سال 402 چی بوده؟ اولین خبر کاملخور سال گذشته این بود که معاون وزیر صنعت دولت رئیسی گفته بود 2 سال دیگر اولین هواپیمای مسافربری داخلی رو میسازیم. شما هواپیما رو نزن، نمیخواد هواپیما بسازیم. بهش بگو شما تو تولید یه بوق و پراید ماندین، هواپیما بخوره تو سرتان. اصلا من سوالم اینا چی شد یه دفعه رفتن سراغ هواپیما؟ یعنی یه جورایی مرحله سوزونی کردن. خب اول خودرو میساختن، بعد میرفتن سراغ هواپیما. اتفاقا مهران، من میگم آقا جون اینا هم بدونن این منطبق با منویات مقام عظماست. چون عظما میکرو کار نمیکنه، دید پراید دونه دونه 4 تا 4 تا میکشه، یه چیزی ساختن که 100 تا 100 تا 200 تا بکشه، در ابعاد ماکرو بفرسته اون دنیا. البته من کاملا موافقم، شرطش اینه که تو این هواپیمای ولایت مدار اولین پروازش خود بیت عظما و دولت و مجلسش و اینا دست جمعی اجماعاً سوار همه با هم. آره. حالا این خبر رو گوش کنید تا سم خونتون بالا بره. افشین خواجه‌فرد رئیس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع گفته بود دشمنان در یک مقاله علمی جنگنده کوثر سپاه را با F-35 مقایسه کردند و نتیجه مقایسهشان این بود که سوخت هر دوتاشان بنزینه. تنها بچه مشترکشون همینه. میگم این جمله خیلی آشناست. آدرس مقاله رو هم دادن؟ ضمناً وی هرگز آدرس مقاله رو نداد. بهش بگو آره تو راست میگی، کی به کی. حالا که اینطور اصلا یه مجله علمی تو آلمان پرایدم با مرسدس بنز مقایسه کرده بوده. ایران شک نکن چنین جملات بی ربطی فقط به ذهن مریضی مثل سلامی
میزنه اون میتونه اینا رو بگه. من شک ندارم مال خود سلامیه. جنگنده کوثر میگه منو پر ندین سقوط میکنم. اون وقت اینا با F35 مقایسش میکنن. ولی اگه 2 تا دود دیگه میگرفت جنگنده کوثر پیشرفته ترین جنگنده جهان میشد. این جنگنده کوثر مثل این کفترهای میمونه که بالشو بکشیدن نتونه بپره. دقیقاً مثل اون هر چی زور میزنه نمیتونه بپره، اما رو زمین فقط راه میره. آقا جان من یه دقیقه برم در مانگاه سر بزنم، مغزم قفل کرد از این جفنگیاتش. حق داری والا. بشین سر جات. کجاش دیدی تازه اصل خبرها مونده؟ آن تازه اصل خبر مونده. خب خبر جنجالی بعدی چیه اسی جان؟ تو رو خدا این خبر رو گوش کنید. پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت ما می توانیم تا 12 مایلی سواحل آمریکا پیش برویم. بگو ویزا بگیری تا خود نیویورک هم میتونی بری. اسکول. بابا این پاسداره خیلی از مرحله پرته، یعنی از سلامی هم پرتره. بابا این انگلزاده ها رفتن و قلب آمریکا و کانادا گرین کارت گرفتن، الان سیتیزنن. این یارو پاسداره 12 مایلی وایساده حسرت به دل گرین کارته. حالا گیریم تا اونجا هم رفتی، چه غلطی میخوای بکنی بعدش؟ این واسه مردم آب و نون میشه؟ آقا جان از فردا هر کی گفت گوش کیلو چنده بهش میگم ما 12 مایلی سواحل آمریکاییم، گوش تو بیخیال. خب دوستان انقدر کامنتمون داغ شد اصلا زمان کلا از دستمون در رفت، وقتمون به پایان رسید. آقا مهران کامنت یه جمله‌ای که هر بار آقا بابک 2 صفحش میکنه یادت رفت. بابا میفکر این دفعه یادش رفت. اتفاقا خوب شد یادم انداختی. بابک کامنت یه جمله‌ای رو شما نمیای؟ آره کامنت یه جمله من امسال میدونی چیه؟ میگم من و تو کامنت رو تعطیل کنیم، تحویل آقا جون اینا بدیم. گل گفت. اختیار داریم، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد. آقا جان به بختمون لگد نزن. بعد از این همه سال بیکاری یه کاری پیدا شد اونم شما زدین خرابش کردین. خسرو آبروی منو نبر پسر. آقا از خودتون پذیرایی نکردید. بابک اصلا یادمون رفت ما پذیرایی کنیم از دوستانمون. ما فکر کردیم این دکوره. آخه تو خونه ما نه، آقا دکور جان نیست. یه ضرب توفی میذاره وسط، اگه مهمونا تا آخرش بهش دست نزنن به 6 نفر یه پسته جایزه میدن. خسرو جمع کن بریم، جمع کن که کار زیاد دارم با. در هر حال خیلی خیلی خوش اومدید. سال خوبی رو برای آقا جون اینا آرزو میکنیم و از شما بینندگان عزیز هم دعوت میکنیم که با ادامه برنامه پیک بهاری همراه ما باشید. نمایش انتخابات آخوندها یک سیرک تمام عیار بود. سیرکی که سال 402 رو به سال پنبه شدن رشته‌های خامنه‌ای تبدیل کرد و با همت مردم ایران پنبه رأی‌سازی و رأی‌بازی‌های آخوندی رو هم زد. میگن تعداد آرا به قدری کم بوده که حتی آخوند رئیسی هم میتونسته رأی‌ها رو بشماره. البته احتمالا خود آخوند رئیسی از این که برای اولین بار تو زندگیش تونسته چیزی رو بشماره خیلی ذوق زده شده. در هر حال درباره فضاحت‌های این نمایش گفتنی‌ها زیاده، اما اونچه که مهمه اینه که داغ نی بزرگ مردم ایران بر پیشانی خامنه‌ای و آخوند رئیسی موند و تومار همه محاسباتشون رو در هم پیچید. ترانه طنزی رو با هم ببینیم که دیالوگی بین آخوند رئیسی و خامنه‌ایه. ای پاسدارا بسیجیا، روزگار نظام گشت سیاه، بخوای برید همه پی سوراخ موش، ملت میان از انزلی تا شوش، عرصه به همون تنگه عظمامون که الدنگه، آیره عاشق و موشک و بمبه، آخه پارزور این سنبه، خواست نظام و تکبایه همه با هم شدیم زایه، اوزی از بی تو تعریف کن، برو پاگانی تو ردیف کن. اصل منی جگر منی سوار شدم تو خر منی پفک منی کپک منی چرخ و پنجره تو جک منی اصل تو نیستم جگر تو نیستم من دارم میریزم و من دیگه نیستم ای پاسدارا بسیجیا روزگار نظام گشت سیاه
های برید همه پی سوراخ موش، ملت میان از انزلی تا شوش، عرصه به همون تنگه عزممون که الدنگه، آره عاشق و موشک و بمبه آقا پرزور این سنبه، خواست نظام و تکبایه همه با هم شدیم زایه، هی تو بگو رسیدیم واله ولی همه شدیم کله. آغاز سال 1397. بنده سال جدید رو به آحاد امت همیشه در صحنه تبریک میگویم. سالی که گذشت سال پرباری بود. گفتم بار اجازه بدید این آجی رو بنده بار بزنم. طیب الله. بینندگان عزیز، سال 1398 شروع شد. بنده سال جدید رو سال جهش اقتصادی اعلام میکنم. گفتم جهش، اجازه بدید با یک جهش ولایی اون سرو برنج رو کف برم. او برنج تارم به به. آغاز سال 1399. نوبتی هم که باشه نوبت سال انهدام تولیده. اون صرف خورش رو بی زحمت بده دیگه، وقتش رسیده منهدمش کنم. این تلویزیون چرا خاموشه؟ سال 1400 رو سال قلمبای ولایی اعلام میکنیم و اون میوه ها رو قلمبا میکنیم. ضمناً حجابت رو رعایت کن، تو گشت ارشاد و نفرستادم سراغتون. عزیزان من، انتخاب آقای رئیسی شیرین ترین اتفاق سال 1400 بود. گفتم شیرین، اون شیرینی رو رد کن بیاد. شما به جرم اغتشاش و اهانت به مقام معظم رهبری و تبانی علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی بازداشت هستید. با سلام. کسی خونه نیست؟ امسال سال تولید دانش بنیانه، یعنی سفره ها رو از بنیان باید رد کنید بیاد. عزی پوکیده و من در خروش و جوش نباشم. خدا کند که بمیرد کفن فروش نباشم. آفرین. عبای زرد ولایت چو گشت پاره و پوره، چرا بسیج پریشان پاره پوش نباشم. خیلی خوب. انشالله موفق باشید. گر خر برود ز خر عبایت، نرود تأثیر طلسم کشک هایت. نرود اینک که شکسته شیشه عمر ندام، آهسته بیا شیشه به پایت نرود. گفتی بیان آتش فتنه چه می کنی؟ گفتم که خر درون گل شل چه می کند؟ دوغ و بلال کشته مرا، شیر برنج هم با حجم فتنه عظمای اسکل چه می کند؟ خیلی خوب. انشالله موفق باشید. میشناسم گاو و مرغ و قاز را، میشناسم خاک و خاکنداز را. میشود دره به چه نزدیکتر، اندکی عظما به ته نزدیکتر.
اصلاح این نظام از اول محال بود، اعدام در شریعت عظما حلال بود. آفرین. در دستهای کشک پر از پوچی امام یک قاچ سیر و منقل پرزغال بود. عظما چه بود نقش تو در خانه مریض، در پاکت نخودچی و کشمش بلال بود. خیلی خوب، شما مضمونی سخنرانی 1 ساعتی ما رو تو چند دقیقه بیان کردید. خیلی هم خوب. عظما ولی مشتی باقالی بود، در سفره او کباب باحالی بود. از بینی سیدعلی در آورد قضا، مشتی که نثارش شد و بس عالی بود. من از تو مخپکرتر هستم اما خوب میدانم که شام هیچ شب جز دلمه از آلویش شیرین نیست. خدا لعنت کند آن بد امام مفت پرخور را، فقط این حال عظمای خونین و مالین نیست. فارسی ایشون هم مثل عربی ما بود. از همه شما دوستان عزیز به خاطر همراهیتون با پیک بهاری امروز بسیار ممنون و متشکریم و امیدواریم که تونسته باشیم سهم کوچکی رو در فراهم کردن یک نوروز شاد و پرشور و شعله‌ور داشته باشیم و البته تونسته باشیم خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دل‌های شما عزیزان بیاریم. تا فردا و دیداری دیگر، خدا نگهدار همه شما. هر روزتون نوروز، نوروزتون پیروز.